دوستان سلام، امیدوارم امروز حالتون خوب باشه. ما امروز میخوایم در مورد بازی ویدیو بذاریم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و پارتای بعدیش هم بذاریم. حتما تو کامنت ها بهم بگین، یادتون نره. بریم بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. دوستان الان اومدیم بازی کنیم و ببینیم در این بازی باید چیکار کنیم. منم خودم اولین بارم. دوستان اسممونو چی بذاریم؟ میذاریم حمید 1 2 3 4 نه حمید خب یکم طول میده وارد بازی شیم، یکم صبر میدیم. وارد بازی شد. اینجا داره توضیحاتو میده. دوستان اینجای بازی عجیبه، خیلی منطق داره. بهتون گفته باشم خیلی بازی منطق. چطور اتوبوس رد میشه یا این تلپورت میشه؟ آخه چه منطقیه؟ با دوستان اینجا باید فکر کنم رنگای صورتشو ایناشو فکر کنم باید جنسیتش میخواد خانم باشه مرد باشه. مرد چاق باشه، لاغر باشه، متوسط بده، رنگ پوستشون سیاه باشه. اینجا هم چاقه توپلیه متوسط و رنگ پوستشون اینطوری نخی دیگه همین خوبه. بزنیم بریم بعدی. اینجا چه؟ اینجا شکل موهاشو این وریا زمینم فکر کنم اینا نمیدونم فکر کنم قطی من همین رو انتخاب میکنم. رنگ موهاش باید چه رنگی باشه؟ رنگ موهاش رو مشکل. اینجا رو نمیدونم. اینجا چه؟ لازم لازم این چی؟ اینا بره رنگ چشمش چرنگی بود، یعنی سفیدای چشمش چرنگی باشه. همه سفید چشماش نقطه چشم آدم بزرگ باشه یا کوچیک. اینم داشته باشه ابروش زیاد باشه یا کم، متوسط، کلاف باشه. خوبه ابروش بالا باشه. آره ابروش بالا باشه نکنه بالا، یعنی اعصاب اینا چی؟ اینا رنگ لباسشه.
یکی رنگ پاش منطق ده اینه چیه؟ کفش پاش چه رنگی؟ چیه؟ کلاشه هم همچنین اینه کشه اینطوری میذاریم و شروع کنیم 5 دقیقه ویدیو رو همینجور گفت نمیدونم 5 دقیقه 4 دقیقه 6 دقیقه الان باید چیکار کنیم دوستان اینو تو اینشو بذارم نوتشو بالا گوشه اینو چک کنیم بیاد که پیام بده الان فهمیدم الان داره بایید تلفن ایرانی عموم داره حرف میزنه یه اونجا برات یه پول گذاشتم برو اینو ورش دار دیگه خیلی دیگه همین عمومون افتاده تو زندان داره بزن دیگه ماره تو عمومون شده اینجا باید بریم یه پول برداریم اینو هم دیگه همشو برداشتیم حالا میگه باید بریم سمت این خونه در میکنیم باید خانه حرف بزنیم میخوایم هتل اجاره بدیم هتل بخوایم باید هتل بریم بخوایم زنگ کنیم باید $75 بده الان کدوم از خونه مال من شد با اولیه باشه اصلا دوستان حتما روی این بزن این که الان دارم بهتون نشون میدم حتما روی این بزنید وقتی یه کار جدید میکنین حتما اینو بزنید اگه نکنین این با این ذخیره بازیتون رو میکنه اگه این کار نکنین کلی کار انجام داده باشین ذخیره نکنین از بازی بیاین بیرون همه چیاتون به روز اول میره اما فکر کنم باید بریم خرید نمیدونم توضیح بدیش اینه که درست نمیگه اینو اینجا نوشته کنار سمت چپ نوشته باید بریم خرید نه زنگ رو دارم میزنم اشتباه همونمونه دیگه باید بریم سمت لوازم خانگی چی بخری و اینا شش سلام گفته این بگیریم اینو بگیریم روی خود چه که نیاز داریم دوستان حتما وقتی میخوایم بریم از این مرد که پیک چپر خرید کنیم حتما باید با کارت نش بدیم پول نقد قبول نمیکنه دیگه بزن تو دهنشو خب اینا هم سر جاشه 10 تا از این
سطراش پلاستیک سطراش کنم بگیرم 2 تا اینجا نوشته کارت چیه؟ کشاورزی فروشی. دوستان کشاورزی شماره 1، شماره نمیدونم 2 یا 3 مواد فروشه. اگه رو اون بزنه قطعا پلیس میاد. بچه همیشه 1 رو بزنه. بچه کسایی اگه این بازی رو میخواد باید برن از توی گوگل پلی اسم بازی داخل کامنت بکشین لایک گرفته باشین. یکم بایسته لایکش بایسته. دوستان اونایی که این بازی رو میخوام تو کامنت ها میذارم اسمش رو برین داخل برنامه فروشگاه نصبش کنین یا گوگل همون گوگل پلی فرق نمیکنه برین نصبش کنین. اگه نبود برین داخل اینترنت نصبش کنین. آره بازی اندازه من خوشه که شما رو دیگه نمیدونم. دیگه ذخیره کنیم دستگاه رو بذاریم. دوستان البته من ویدیو نیما رو تا جای ویدیو نیما تکیدو خیلی آدم با معرفت و خوبیه، خیلی خوشم میاد ازش. ویدیو اونو دیدم تا یه جایی بازی رو یاد گرفتم وگرنه من هیچیشو بلد نبودم وگرنه اگه ویدیو نیما رو ندیده بودم. خب اینا اینجا گذاشتم. وسایل های مورد اونایی که نیاز نداره رو بذاریم اینجا. فقط خاک نیاز داریم. اینم برداریم بندازیم سطل آشغالی. اینجا باید بیایم فکر آره ها اینجا باید بیایم اینو برداریم با ما برای آب بدیم. برداریم آب بدیم. خب الان داره همون بهمون زنگ میزنه. اگه اشتباه نکنم داره بهمون زنگ میزنه. آخه دیگه تا اینجا که کارم خوب پیش رفتن. میگه یکی بهت معرفی میکنه دونه درخت مواد میفروشه و اینا. الان میتونه یه زمان دیگه پولش رو پرداخت کنی. اینا این اولیه رو باید بزنیم چند تا میخواه قد کوچیکی که نمیتونی رو به اضافه بزنیم. یکی خود بزنیم 4 تا 3 تا میخواه. 1 ساعت و 1 ساعت و نیمه دیگه. البته بازی به دقیقه نیست به ثانیه، یعنی منظورش 1 دقیقه و 30 ثانیه دیگه بوده. خب ما هم نگاه چیامون میکنیم یه دوباره بهش آب بدیم. پنجاه ثانیه دیگه چیامون آماده میشه. تا اون موقع درد و نفرینی بخوریم.
خب بریم بیرون. او داره شب میشه دوستان. یه چیه مهم، ساعت 6 به بعد نیان بیرون، پلیسا شب میگیرن. این آماده بشه سری برام بگیرمش. آماده شد. کجا از من دوره که نه دورم نیست، نزدیکم. فکرم دورم پشت اینه. ببر ماشالله پسر. اینجا ای دستون در میکنه. دستت نگی رفیقش کنیم تا بذاریم اینا رو بکاریم فردا نگاش کنیم. خب اینا رو اینجا بذارم. خب الان یکم دیگه بهش آب بدیم. دیگه بخوابیم به فردا میکنم. خب بریم بخوابیم. تا یه ذخیره کنیم. خب بخواب. 50 XP بهمون داد. بچه اینا وقتی کار میکنی یا مثلا همین کارا میکنی مثلا بهت 50 تا XP میده. مثلا کاپت میره بالا. اینو من در اومد. اینجا نباید از خودمون چیزی جای گذاری کنیم. اما با اینو ما سطر آشغالی رو خالی کنیم. دوستان من بانز به قول نیمه همچنین نکنیم. بریم به قول نیمه من میرم این بزن سطر آشغالی. میگه که برو تست بده، به 10 نفر تست بده تا مشتریت شن. اینا در بیارم درستشون کنم برم تست میدم. اوه چه موادی. نکش خودمون هم میتونیم بکشیم. آرامش بخش ترین این بازی فقط یعنی بگم اینا رو این مواد رو که میذاری داخل این پلاستیک پکه آرامش بخش ترینش. خب بریم بیرون.
اینا 10 نفر کسی آداب سلام دارم مواد میخوری آداب آداب بریم به شربت رفته بیرون نیست بیرون تست بدیم تو نقشه نگاه کنیم مردم هست اون بر کسی هسته بریم بهشون تست بدیم تا مشتری میشن مثلا من تست نمیخواد درسته من تست نمیخواد میخواد میخوام باید تست بدم میخواد میفرما مواد اعلا 70% میخواد مواد اعلا ها بقول اینا تکیده مواد اعلا بنازم خوششون خوششون کسی میخواد دوستان با یک نفر که فعلا تست داریم اگه میخوایم پارت بعدیشم بذاریم حتما تو کامنت ها بگیم من پارت بعدیشو میذارم لایک سابسکرایب حتما یادتون باشه دوستان دارم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار